الله سبحانه و تعالی از کسی هیچ دین را قبول نمی کند مگر دین اسلام، مگر آن شریعتی که محمد صلی الله علیه و سلم آن را آورده است. بسم الله و نؤمن بأن شریعته صلی الله علیه و سلم هي دین الاسلام الذي ارتضاه لعباده. و ایمان داریم به اینکه شریعت محمد صلی الله علیه و سلم آن همان دین اسلام است که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش این را راضی کنانید. و ان الله تعالی لا يقبل من احد دینا سواه. الله سبحانه و تعالی از کسی هیچ دین را دیگر قبول نمی کند مگر دین اسلام، چون که الله میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. و درسته که دین حقیقی و دین پذیرفته شده در نزد الله این دین اسلام است. و میفرماید اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. با درسته که امروز دین شما را بر شما کامل کردم، دین اسلام را، و نعمت را برای شما ارزانی کردم، تمام کردم. و رضیت لكم الاسلام دینا، و دین اسلام برای شما دین حقیقی، دین بر حق برگزیدم. و بعد بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم مراد از اسلام این همان اسلام است که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است. اما پیش از اسلام باشد، پیش از مبعوث شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم، همچنین تمام دین هایی که پیامبران آوردن اینها هم دین اسلام گفته می شود. چگونه که الله فرمود ان انزلنا التوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. بدرست که ما نازل کردیم تورات را هدایت و نور از برای مردم که مردم پیامبران بر این تورات و انجیل کتاب پیشین حکمرانی میکنن. الذين اسلموا، آن کسانی که تسلیم شدن، اسلام آوردن. و چگونه که ملکه سبع اسلام آوردنش را تعریف میکند، میفرماید و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. من مسلمان شدم، تسلیم شدم، مسلمان شدم با همراهی با سلیمان از برای پروردگار عالمیان. اما بعد بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر یگان شریعت قبول کرده نمی شود، یگان اسلام دیگر پذیرفته نمی شود مگر این شریعتی که محمد صلی الله علیه و سلم آورده است. الله فرمود امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمتم را برای شما ارزانی کردم و دین اسلام را برای شما دین بر حق برگزیدم. الله سبحانه و تعالی در این آیه بیان میکنه که دین کامل است. الله دین را کامل و پوره قرار داد و تمامی ادیان را جمع کرده با این دین به خاتمه بخشید. امروز یعنی روز عرفه را در نظر دارد. در روز عرفه این آیات نازل گشت، چون که از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که هنگامی که یهودی به نزد عمر آمد و گفت که بدرست که برای شما یک آیت نازل شده است که اگر بر ما نازل میشد ما این روز را عید قرار میدادیم، عمر گفتن که چیز این بدرست که همین آیه الیوم اکملت لکم دینکم است، این دین شما را برای شما کامل کردم، که این آیت در روز عرفه نازل شد. و اکملت لکم دینکم، و دین اسلام رو برای شما من کامل کردم. این دلیل بر آن است که تمام بدعت و نوآوری ها همگی در باطل بی اساس هستند. دین دیگر کامل است، دیگر نیازی به یگام بگیم که پدیداری یگام نوآوری نیست. و بر حذر کناندن مردم از بدعت نمودن که ظاهر آیت بیانگر آن است که تمام بدعت ها گمراهی است. و همچنین این آیت بیانگر آن است که دین کامل است، دیگر نیازی بر چیزی ندارد. هر کس که دعوای در دین چیز نو را اگر که کرد، این آیت را مخالفتی نمود. چون الله سبحانه و تعالی فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، در روز عرفه امروز ما دین شما را برای شما دیگر کامل کردیم. اما این گمان نکنید که تا حال دین کامل نشده است، بیار یکم چیز دیگر را در دین بگذاریم. این مسئله خیلی مسئله جدی است و خیلی خطرناک است. تأمل نمایند آن کسانی که در دین یگان بدعت را پیدا میکنند. خطیر است، خیلی عظیم است. باید بیتر اگر که در این تأمل کردن میترسند از آن چیزی که در دین نوآوری را نمایند، چون این تکذیب قرآن است. الله میگه دین کامل است، دین را برای شما کامل کردم، اما اینو چیز را پیدا میکنن در دین میگن نه دین کامل نیست. اگر به زبان حال نگویند، نه که زمان عمل آنها دلالت بر این میکند که دین تا حال کامل نشده است. و نیز فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و هر کسی که هر نفری که غیر دین اسلام دین دیگر را پذیرفت، از او قبول کرده نمی شود
فلا يقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، از جمله انسانهای بدبخت و هلاک شده قرار میگیرد. کسی که غیر دین اسلام دین دیگر رو طلب دارد، از او هرگز و هرگز قبول نمیگردد. و نیز رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که هر عملی رو که انجام داد که اون رو ما نگفتیم نکردیم پس وی مردود است. روایت مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.